10 سال پیش که این سبزه به شکل جعبه کادو رو درست کردم خیلی تک و خاص بود. هنوز که هنوزه هیچ گل فروشی این شکلی سبزه نمیاره. با 20,000 تومان و 3 روزه توی خونه درستش کن. 2 بسته تخم شاهی رو با 1 لیوان آب همدمای محیط خیس کنین. 1-2 ساعت بعد بمونه تا حالت ژله‌ای پیدا کنه. تو خونه همتون یه ظرف مربع پلاستیکی یا شیشه‌ای بالاخره پیدا میشه. دورش سلفون بکشین که بو نگیره و کثیف نشه. حالا من این بسته پنبه که دیدین 1/3 رو داخل آب خیس کردم. خیلی یک نواخت و 1 دست و هم سطح دور این ظرف مربع هم پیچیدم. حواستون باشه هیچ جایی خالی نمونه. جاهایی که پنبه نباشه تخم شاهی رشد نمیکنه. یه روبان کاغذی رو به خاطر اینکه با این خیسی پنبه خراب نشه به حالت مثبت و به علاوه در واقع بزنید روی این جعبه و حال تخم شاهی رو 1 دست پخش کنید. روزی باید 3 تا 4 بار آب اسپری کنید. این روز اوله، یعنی در عرض 24 ساعت میبینید که سبز شد. این روز دومه و همچنان من بهش آب پاشیدم و اینم روز سوم. یه سبزیه که 3 روزه آماده است. منم زهره قاسمی ام. کرامه این سبزه رو کامنت کن تا نکاتش رو تو دایرکتت بفرستم.